به نام خالق زیبایی ها سلام. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال گودنایت خیلی خوش اومدید. امشب قراره که با هم داستان لیلی و مجنون رو گوش کنیم. البته من توی 2 ویدیوش کردم. توی این ویدیو قسمت اوله و انشالله فردا یا پس فردا شب قسمت دومش رو براتون میذارم. قبل از اینکه بریم برای داستان ازتون میخوام که به راحت ترین حالت دراز بکشین و به این داستان گوش کنید و اینکه اگر که ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که چقدر که گفتم لایک کنید و برامون کامنت بذارید. داستان لیلی و مجنون. بزرگواری از آمریان عرب که حکمران منطقه‌ای بود، بسیار ثروتمند و مهمان نواز و بسیار مشهور بود و سالها بود که آرزوی فرزند داشت و برای این کار به محتاجان و نیازمندان صدقه میداد، اما سودی نداشت و او از مصلحت کردگار بیخبر بود. سرانجام پس از دعا و زاری فراوان خداوند به او پسری داد که بسیار زیبا و صاحب جمال بود. مرد ثروتمند به شکرانه آن فرزند بخشش ها کرد و دستور داد او را به دایه‌ای سپردند و نام او را قیس گذاشت. آن پسر روز به روز صاحب جمال و زیبایی می شد، به طوری که در سن 7 و 10 سالگی از نظر زیبایی مشهور بود. پدرش او را به مکتبخانه فرستاد. در آن مکتبخانه پسر و دختران دیگری هم بودند که هر یک از آنها از قبیله‌ای و گروهی متفاوت بودند. در میان آنها دختری زیبا و راست قامت، آهوچشم با زلف‌هایی سیاه و بلند حضور داشت. نامش لیلی بود. گیسویش چون لیل و نام لیلی و بر گونه‌اش خال بود که به زیبایی‌اش می‌افزود. به هر حال همکلاسی ها مشغول درس و حساب بودند و این دو به هم مهرورزی می کردند. آن دو هر روز عاشق‌تر می شدند و این عشق از رخسارشان پیدا بود و بیقرارشان کرده بود. سرانجام راز آنها فاش شد و در دهانها افتاد. آن دو مدتی سعی کردند تا از هم دوری کنند و رازشان فاش نشود، اما مگر می شد عشق را نهفتند. او در کوچه و بازار می‌گذشت و زار زار می‌گریست و سرودهای عاشقانه می‌خواند. مردم او را مجنون صدا می‌زدند و به همدیگر نشان می‌دادند. مجنون مثل دیوانگان بیقراری می‌کرد و هر روز صبح پا برهنه به بیابان می‌رفت و شبانگاه مخفیانه به کوچه لیلی می‌رفت و در خانهشان را می‌بوسید و برمیگشت و گاهی مدت طولانی آنجا می‌ماند. مجنون در عشقش مثال زدنی شده بود. با 2 نفر از دوستانش که آنها هم عاشق بودند هر روز صبح به طواف کوچه معشوق میرفت، اما مجنون فقط از لیلی حرف میزد و دوست نداشت اسم کسی دیگر در میان بیاید. او به هیچ سوالی غیر از سخن یار پاسخ نمیداد. هر روز صبح به کوه نجد که نزدیک اقامتگاه قبیله لیلی بود میرفت و آواز میخواند و به این سو و آن سو میرفت. اشک میریخت و به باد صبا میگفت که پیام مرا به لیلی برسان و بگو مجنون بیقرار توست. خاکی از کوی خیش به یادگار برای او بفرست و بگو ای شمع پروانه خود را آزار نده. یک روز مجنون با همان دوستانش به کوچه و محله لیلی آمد و از کنار خرگاه و خیمه لیلی عبور کرد و دید لیلی مطابق آداب رسوم عرب مثل ماه در کجاوه نشسته است. لیلی در حالی که گیسوانش را گشوده بود با زیبایی خاص خود و با شادابی خود نمایی می کرد. مجنون مدتی در مقابل او ایستاد و به او خیره شد. سپس اشک از چشمانش جاری شد. لیلی مشغول شانه زدن موهایش بود و به گیسوانش عطر می‌زد و مجنون به بوی عطر گیسوان لیلی دلخوش کرده بود. مجنون هر شب بیقراری می‌کرد و روزها به کوه نجد می‌رفت و دوستانش همیشه با او بودند.
اقوام و خیشان اعتراض و شکایت می کردند و پدر مجنون هم نگران و غمگین بود. اما هرچه مجنون و پند می دادند گوش نمی داد، زیرا عاشق به نصیحت گوش نمی دهد. پدرش ماجرای بیقراری مجنون را از اهل خانه سوال کرد و آنها گفتند که به لیلی دل داده است. پدر با شنیدن این قصد کرد تا به هر قیمتی از لیلی خواستگاری کند. او پیروان و بزرگان قبیله خود را دعوت نمود و با گروهی از بزرگان قبیله خود عزم رفتن به خانه لیلی کرد. قبیله لیلی با دیدن آنها به استقبال رفتند و به گرمی از آنها پذیرایی کردند. سپس از پدر مجنون پرسیدند که برای چه حاجتی به اینجا آمده ای؟ بگو تا آن را برآورده سازیم. پدر مجنون در پاسخ به آنها گفت برای برآورده ساختن حاجت فرزندم به اینجا آمدم. و سپس به پدر لیلی گفت من میخوام که دخترت رو به عقد فرزندم در بیارم، زیرا پسرم عاشق دخترت شده. و بعد ادامه داد و گفت تو میدانی که در این روزگار من بسیار مشهور و معروفم و ثروت و مکنت فراوانی دارم. هر چقدر که مهریه فرزندت باشد میتونم اونو پرداخت کنم و تو هر چقدر که مهریه تعیین کنی 2 برابر آن را میپردازم. پدر لیلی در جواب به او گفت که سخنان آبدار تو بسیار جالب است، اما من نمیتونم دخترم را به عقد کسی که دیوانه است در بیارم. پسر تو اگرچه زیبا و خوش اندام است، اما او دیوانه و خودرأی است و تا زمانی که دیوانگی او برطرف نشود بهتر است از این خواستگاری چشم پوشی کنی، زیرا اگر من این امر را قبول کنم عرب مرا سرزنش خواهند کرد. قبیله بنی عامر با شنیدن این سخنان چاره جز برگشت ندیدند و پس از بازگشت شروع به پند و نصیحت مجنون کردند و از او خواستند که دست از دیوانگی بردارد و خودش را سر زبانها نیندازد و همچنین خودش را معیوب نکنه. به او گفتند ما در قبیله خودمان دختران زیبا و خوبی داریم، چرا اونها را رها کرده ای و بیگانه پرستی میکنی؟ اجازه بده یکی از این دختران زیبا رو برات انتخاب کنیم و فکر لیلی رو از سرت بیرون کن. مجنون با شنیدن پند و اندرز آنها ناراحت و پریشان لباسهای خودش رو پاره کرد و به آنها گفت این کفن به چه درد من میخوره؟ و سپس گریه کنان و نالان راه صحرا رو در پیش گرفت و رفت. لیلی لیلی میگفت و میگریست و مردم هم به حال او میگریستند. با خود سرود میخواند و میگفت من از خان و مان خود آواره شدم و پناهی ندارم. ای کاش موجی بیاید و مرا نابود سازد، و یا اینکه صاعقه‌ای به جانم بزنند. و به دوستانش میگفت مرا رها کنید و تنها بگذارید. سپس خطاب به لیلی میگفت ای دوست بیا دست مرا بگیر و یاریم کن و مرا مورد نوازش قرار ده. من نمیتوانم از عشق تو دل بکنم و بیقرارم. و بعد با گفتن این سخنان بیهوش میشد و آنان که در اطراف او بودند او را به خانه میبردند. عشق مجنون شهوت جوانی نبود، عشق جاودانی بود و سرسری نبود، زیرا روز به روز افزونتر میشد. عشق مجنون به لیلی روز به روز جهانگیر و مشهور میشد. در واقع عالمگیر شده بود. او روز به روز شیفته و دیوانه تر میشد و پدرش در کار او درمانده و ناتوان شده بود. پدرش از خدا میخواست تا پسرش را شفا دهد و خویشاوندان به فکر چاره‌جویی و رفع مشکل مجنون بودند. سرانجام همگی به این نتیجه رسیدند که باید مجنون را به خانه کعبه ببرند تا شاید راه چاره‌ای براش بجویند. پدر مجنون قبول کرد که هنگام موسم حج به آنجا بروند و وقتی که موسم حج فرا رسید شتری آماده کرد و بر روی آن کجاوه‌ای گذاشت و فرزندش یعنی مجنون را در آن سوار کرد و به سوی کعبه راه افتادند. در خانه خدا دست پسرش را گرفت و به او گفت اینجا جای بازی کردن نیست، بلکه جای چاره‌سازی و دعا کردنه. برای رفع مشکل تو به کعبه متوسل شدم و از خدا بخواه تا تو را از این عشق و گرفتاری نجات بده.
مجنون وقتی کلمه عشق را شنید اول گریه کرد و سپس خندید و با شتاب از جا بلند شد و بلافاصله به خانه کعبه متوسل شد و در حالی که به آن چنگ زده بود گفت: خدایا، اینا از من میخوان که از عشق لیلی دست بردارم و نجات یابم، اما تو میدانی که من سرنوشتم بستگی به این عشق داره و نمیتونم از اون جدا شم. خدایا، مرا از این هم که هستم عاشق‌تر کن و میل مرا به جمال لیلی لحظه به لحظه افزایش بده. من اگرچه از غم او ناتوان و لاغر شدم، اما نمیخواهم حتی یک مو از سر او کم شود و از عمر من کم کن و به عمر لیلی اضافه کن. پدرش به سخنان مجنون گوش میداد. وقتی اینها را شنید ساکت و آروم به فکر فرو رفت و فهمید که دل مجنون گرفتار عشق لیلی است و درد او درمان ناپذیر. پدرش او را به خانه برگرداند و به خویشاوندان گفت: مجنون نه تنها از عشق لیلی دل نمی کند، بلکه در آنجا هم برای لیلی دعا می کرد. راز عشق لیلی و مجنون در میان همه فاش شده بود. هر کسی چیزی می گفت و لیلی غمگین و با آه و ناله سرزنش دیگران را تحمل می کرد. 2 نفر از قبیله لیلی به رئیس قبیله گفتند که مجنون با عشق و دیوانگی خود قبیله ما را بدنام کرده و هر روز به محله ما میاد. در و دیوار اونو میبوسه و غزل و آواز میخونه و مردم ما رو مسخره میکنن و لیلی هم به عشق او گرفتار است. ممکن است که او هم نابود شود. حالا از تو میخوایم که او را گوشمالی دهی و لیلی رو از دست اون برهانی. وقتی که از این موضوع مطلع شدن، یکی از پهلوانان قبیله شمشیر خود را آماده کرد تا مجنون را ادب کنه. در این حال یکی از افراد قبیله مجنون از قضیه اطلاع یافت و به پدر مجنون خبر داد و به او گفت که قصد کشتن مجنون دارند، باید مجنون رو خبردار کنیم. پدر مجنون به دوستان او گفت که به دنبال مجنون برن و اونو به خونه بیارن. اونا رفتن و گشتند، اما اثری از مجنون ندیدن و با خود گفتند که شاید او مرده و یا اسیر چنگال گورگا شده. همه اهل قبیله ناراحت و گریان بودند، اما مجنون در گوشه خرابه‌ای افتاده بود و از درد لیلی ناله می‌کرد. ناگهان یکی از افراد قبیله بنی سعد او را دید که در خرابه افتاده و ناله می‌کنه. به چهره زیبای او نگاه کرد و از او نام و نشانش را پرسید، اما مجنون جوابی به او نداد. آن مرد از آنجا عبور کرد و اهل قبیله مجنون را خبردار کرد و به آنها گفت که من جوانی گریان در فلان خرابه دیدم. پدرش که مطلع شد به دنبال او بیتاب و بیقرار رهسپار شد و او را در خرابه دید که سرش را روی سنگ گذاشته و با خود ناله می کند. مجنون با دیدن پدر به او سلام کرد. پدرش سعی کرد روحیه مجنون را به دست آورد. مجنون در آغوش پدر قرار گرفت و با حالتی اشکبار به پدرش گفت: پدر جان، عذر منو بپذیر. من از این عشق نمیتونم جدا شم و از حال من مپرس و مرا به قضا و قدر بسپار. من نمیخواستم تو مرا به این حال ببینی و از تو شرمنده‌ام که دیگر اختیارم دست خودم نیست. پدرش با شنیدن این حرفا آهی کشید و عمامه‌اش را از سر انداخت و گفت: تا کی میخوای این وضع و بیقراری رو ادامه بدی؟ تو تاوان چه چیزی رو میدی؟ هیچ عاشقی مثل تو نیست. این کارا رو از بس میکنی که آبروی منو برده ای و این انتظار تو بیهوده است. چرا به کسی دل داده ای که از تو یادی نمیکنه و سنگ دل و بیرحمه؟ برگرد به خونه و از نقشه های وحشتناک شهر بترس. شاید تو رو هلاک کنن. برگرد و با دوستانت خوش باش. مجنون در جواب او گفت: ای سالار و سرور من و ای سرور قبیله عرب، با نصیحت‌هایت بر زخم‌هایم مرهمی نهادی، اما چه کنم که به اختیار خود در این وادی عشق نیفتادم و تقدیر من این است. چاره جز این ندارم. عاشق از خنجر و شمشیر و مردن نمی‌ترسد. حالا که ماه من در پشت ابرها پنهان است، دوست دارم که کشته شوم و سرم را فدای معشوق کنم. پدر با شنیدن این سخنان گریه کرد و او را دوباره به خانه برگرداند، اما در خانه هم ناله و بیتابی می‌کرد تا اینکه دوباره یک روز به صحرا و بیابان سر نهاد. هر وقت که بانشاد می‌شد به کوه نج می‌آمد و آواز می‌خواند:
و مردم دور او جمع می شدن و همه مخصوصاً عاشقان از سرودهای او استقبال می کردند. لیلی روز به روز مانند سرو سهی راست قامت و زیباتر می شد و با غمزه هایش دل همگان را می برد. دلدادگان زیادی داشت و از زلف مژگانش در زیبایی بیمانند بود و لبهایش چون لعل و شکربار. با این همه لیلی دلش خون بود و در خفا غم می‌خورد و پنهانی به پشت بام می‌رفت و صبح‌ها تا شب به نظاره می‌نشست تا شاید که مجنون را آنجا ببیند. ولی از ترس رقیبان نیمه شب‌ها مخفیانه آه می‌کشید، به تلخی می‌گریست و در آتش جدایی و هجران می‌سوخت و چشم به راه بود تا پیامی از مجنون برسد. او از بادی که از طرف کوه نجد می آمد بوی مجنون را می شنید و به آنها که از کنار بام او عبور می کردند پیامهایی می داد تا به مجنون برسانند و شعرهای زیبایی می سرود و در پاسخ سروده ها و شعرهای مجنون شعر می گفت و از پشتبان پایین می انداخت تا آن را به مجنون برساند و مجنون هم پاسخ او را می داد و رهگذران به دست لیلی می رسانند و به هر حال با هم مکاتبه داشتند. در یک روز بهاری که طبیعت شکفته بود لیلی از اتاق بیرون رفت در حالی که زلفهایش را تاب داده بود و رخ زیبایش را آرایش داده بود. به همراه چند تن از زیبارویان قبیله به تماشای دشت صحرا روانه شد تا به تماشای گلزار و در نسیم خوش بهاری روحی از دست رفته‌اش را بازیابد. لیلی با آن زیبارویان به نخلستانی رفت و با شادی و خنده در آنجا به گشت و گذار مشغول شد. ناگهان لحظه‌ای خود را از آنها جدا کرد و تنها زیر درخت سروی نشست و در حالی که به یاد مجنون می‌گریست با خود می‌گفت کاش مجنون هم اینجا بود و یا حداقل پیامی می‌فرستاد. در این هنگام شخصی از آنجا می‌گذشت و سروده‌های مجنون را می‌خواند که خطاب به لیلی گفته بود. مجنون در غم و اندوه است، اما لیلی در کدام گلستان به نشاط مشغول است. لیلی با شنیدن این سروده ها به شدت گریست و بیقراری کرد. در این موقع یکی از همراهانش که این وضع را مشاهده کرد پس از بازگشتن به خانه ماجرا را به مادر لیلی گفت و پس از آن مادرش به شدت از لیلی محافظت می کرد تا لیلی مثل مجنون پریشان نشود. اما لیلی همچنان در فراق مجنون می سوخت. در همان روزی که لیلی به تماشای بوستان می‌رفت، جوانی از قبیله بنی اسد لیلی را دیده بود. این جوان که والا مقام و مشهور و ثروتمند بود، ابن سلام نام داشت. ابن سلام به شدت شیفته لیلی شد و هنگامی که به وطن خود بازگشت، شخصی را به خواستگاری لیلی فرستاد و قبول کرد که حتی هزاران گنج شاهی را به پای لیلی بریزد و هر طور که شده او را به چنگ آورد. فرستاده ابن سلام پیش پدر و مادر لیلی رفت و پس از صحبت با آنها قرار شد که بعد از مدتی که حال لیلی بهبود یافت آنها به خواستگاری بیایند. لیلی در خانه به شدت محافظت می شد و از عشق مجنون بیقراری می کرد و مجنون هم در دشت به حال پریشان در تب و تاب بود. روزی مردی به نام نوفل از آنجا عبور می کرد و برای شکار می رفت. همین که مجنون را دید دلش به حال او سوخت. از اسب پیاده شد و پیش او رفت. از حالش پرسید و دانست که شیفته یک کسی شده است. با او به گفتگو پرداخت و فهمید که مجنون جز به وصال لیلی بهبود یافتنی نیست. نوفل به او قول داد که به هر قیمتی شده مجنون را به لیلی برساند، به شرطی که بیقراری نکند. او را به قرارگاه خودش برد و در آنجا مجنون با خوردن غذاهای رنگارنگ و پوشیدن لباس مناسب و گرمابه رفتن رنگ و رویی به دست آورد و بالاخره شاداب و بانشاد شد. مدت 2-3 ماهی آنجا بود. یک روزی که با هم نشسته بودند مجنون به نوفل گفت من دیگر طاقت دوری لیلی را ندارم. مگه تو به من قول نداده بودی؟ پس چرا به قولت عمل نمی کنی؟ اگه لیلی را به من نرسونی زنده نخواهم ماند. نوفل بلافاصله عزم جنگ با قبیله لیلی کرد. 100 مرد جنگجو آماده کرد و به سوی آنها رفت. ابتدا قاصدی فرستاد و گفت اگه لیلی را به من ندید مجبورم که دست به شمشیر ببرم. از طرف قبیله جواب اومد که لیلی مثل ماه زیباست و قرص نان نیست که به تو بدهیم. هیچ کس نمیتونه لیلی را از ما بگیره. اگه دست به شمشیر ببری ما هم مقابله میکنیم.
بالاخره تهدیدات نوفل اثر نکرد و ناچار او وارد جنگ شد. جنگ شدیدی در گرفت و عده زیادی از دو طرف کشته شدند. اما مجنون در این میان برای سپاهیان قبیله لیلی دعا میکرد و برعکس برای سپاه نوفل آرزوی شکست میکرد. در این میان مردی که سخنان او را میشنید به او گفت: ما به خاطر تو داریم میجنگیم، اما تو داری برای سپاه دشمن دعا میکنی؟ آخه این چه کاریه؟ مجنون گفت: آن دشمن سپاه یار من است و من نمیخواهم سپاه یارم آسیب ببیند، زیرا عاشق هیچ وقت دوست ندارد معشوقش آزرده شود. با ادامه جنگ سپاه قبیله لیلی بیشتر و قوی‌تر میشد و بالاخره نوفل چاره جز صلح نداشت. با پایان جنگ مجنون شروع به سرزنش نوفل کرد و به او گفت: تو نتونستی به قولی که دادی عمل کنی و به عهدت وفادار نیستی. نوفل گفت: به خاطر کم بودن سپاه و نیروی جنگی مجبور به صلح شدم. اکنون برای بار دوم با جمع‌آوری نیروی جنگی اقدام خواهم کرد. نوفل برای بار دوم جنگ را آغاز کرد، اما این بار نشانه شکست در سپاه قبیله لیلی پدیدار شد. عده‌ای از بزرگان قبیله به پیش نوفل آمدن و از او خواستن که دست از جنگ برداره و اونا را عفو کنه. نوفل هم اونا را بخشید و جنگ را تموم کرد، اما گفت باید لیلی را به من بسپارید. پدر لیلی به درگاه نوفل اومد و با زاری و التماس به او گفت: من در میان عرب بدنام شدم. من مطیع امر شما هستم، اما نمیتونم دخترم رو به یه دیوانه صحراگرد بدم. این مثل این است که خاشاک رو به دست آتش بدهی. او به بیابان و صحرا خو کرده و اگه لیلی رو به او بدم تا ابد بدنام خواهم شد. اگر از این کار صرف نظر کنی مرا از غمها آزاد کردی و جزای آخرت خواهی یافت، و اگر برای به دست آوردن لیلی اصرار کنی مجبورم سر لیلی رو ببرم و از این بدنامی آزاد بشم. اگر لیلی را سگ بخورد بهتر است که گرفتار دیو و مجنون شود. نوفل در این کار درماند و به فکر فرو رفت و سپس به پدر لیلی گفت: من با زبان خوش لیلی را از تو میخوام و اگه ندی با زور از تو نخواهم گرفت، زیرا زنی که به زور به عقد شوهر درآید نمیتواند زندگی کند. مجنون دیوانه است که نمیتواند همسرداری کند. راست میگویی، او دیوانه است، چون در این جنگ او برخلاف معمول برای سپاه شما دعا میکرد و برای ما نفرین میگفت. نوفل این را گفت و بازگشت. مجنون دل شکسته و گریان پیش نوفل رفت و گفت: چرا به قولت عمل نکردی؟ تو که پیروز شده بودی، چرا لیلی را به چنگ نیاوردی؟ مرا تشنه از لب فرات برگردوندی. مجنون اینا را به نوفل گفت و با شتاب از نوفل دور شد. نوفل هم به دنبال او گشت تا او را دلداری بده، اما هرگز او را نیافت. بذارین تا همینجا بمونه داستان لیلی و مجنون. انشالله که قسمت بعدی ادامه داستان رو با هم گوش میکنیم. به پایان ویدیو رسیدیم. ازتون میخوام که اگر دوست داشتین حتما ویدیو رو لایکش کنید، برام کامنت بذارین و مثل همیشه بازم براتون شب خوبی رو آرزو میکنم و فردایی بهتر. شبتون خوش.